مادرم بیمار بود. شب از شبها مادرم آب گفت، از بس که خیلی خنک بود. من رفتم میگه از جای برای مادرم آب آوردم. وقتی که من آب گرفتم آوردم، مادرم خواب برده است. تا سحر در تار سر مادر میگه راستا ایستادم، اون کوزه آب در دستم. ناگاه که مادر بیدار شد آب گفت. بعد از اون آب در لبهاش گذاشتم. او فرزندم تا این حینی، یعنی تا این وقت شب نخوابیده ای و یک پا ایستاده ای. حضرت گفتم ای مادر بزرگوار، من ترسیدم که بیدار شوی آب بگویی من خواب نباشم که ناراحت شوی. میگه مادر را برداشتم، در بالای دست راستم سرش گذاشتم و آب در لبهای مادر گذاشتم. مادر آب خورد کمی، دوباره مادر خواب بود. در بالای دستم، در این دستم کوزه هست و در بالای دست دیگر مادر